احساس بکنید که ایران یک سرزمین دیگه است که شما اونجا زندگی میکنید. احساس کنیم که تاجیکستان یه سرزمین دیگه است که ما میتونیم در اونجا زندگی کنیم. یعنی احساس غربت نکنیم، شما در ایران، ما در تاجیکستان. و اگر بتونیم یک چنین ساختاری رو درست کنیم، قطع و یقین هم شما موفق برنده خواهید بود، هم ما برنده خواهیم بود. هم شما خواهید توانست امنیت رو، سلامت رو و رشد رو در تمام زمینه‌ها به پیش ببرید و ما هم خواهیم توانست در همه این زمینه‌ها پیشرفت کنیم و رشد کنیم. هماهنگی ما نه تنها در بخش‌های اقتصادی، در سازمان‌های بین‌المللی ثابت شده است. ما از کشور برادر و دوستمون تاجیکستان تشکر می‌کنیم که در اکثر این مجامع بین‌المللی در رابطه با همراهی با جمهوری اسلامی همیشه همراه ما بودن و این قابل قدردانی. شما را صمیمانه به خانه خودتون خیر آمدید. خیلی ممنونم، خیلی هم خوشحالم اینجا خدمت شما. من بسیار خوشحالم اینجا میام خدمت شما. احساس غربت هم نمی کنم، مثل کشور خودمونه. خیابوناش، ساختموناش، میدانهاش همش آشناس برای ما. تو کتابامون، تو مدرسه، درسامون همین اسمایی که شما رو خیابونا گذاشتید، رو میدونا گذاشتید، جزء درسای ماست. میخونیم، احساس میکنیم در حقیقت در ایرانیم. این خیلی برای من جالب و قشنگه، چون تو هیچ نقطه ای از دنیا چنین جایی رو ما دیگه سراغ نداریم. اختصاص هم مال شماست. خیلی خوشحالم.